آخوند قزوینی با تدلیس میگوید امام قرطبی قائل به این بوده که زکات به صدقه نافله اطلاق می شود. از آنجایی که رافضیان هیچ دلیلی بر امامت منصوص علی رضی الله عنه در قرآن کریم ندارند، سعی می کنند برخی آیات را وفق هوای نفس خود تفسیر کنند که از میان این آیات آیه 55 سوره مائده می باشد. اما از آنجایی که در آیه لفظ زکات آمده و علی رضی الله عنه کسی نبوده که زکات بر ایشان واجب باشد، سعی می کنند وانمود کنند که لفظ زکات به صدقه مستحبی هم اطلاق می شود و با دروغ و تدلیس این قول را به ائمه اهل سنت نسبت می دهند. در این کلیپ خواهید دید که آخوند قزوینی چگونه با تدلیس این سخن را به امام قرطبی رحمت الله علیه نسبت می دهد. اگر مانیتور من یک لحظه دوستان محبت بکنن، ببینید قرطبی متوفای برایشون 671 میگه یدل، این آیه برایش 55 سوره مائده، ان صدقه تطوع تسمى زکاتن، این صدقه مستحبی در اینجا چیه؟ زکات شمرده شده. فان علی علیه السلام تصدق بخاتمه فی الرکوع، امیرالمؤمنین انگشتر خودش رو در حال رکوع داده. ملاحظه می‌فرمایید یا نه؟ اما حقیقت امر این است که امام قرطبی این قول را از شخصی به نام الکیا تبری نقل کرده و خود آن را رد می کند و می گوید زکات تنها بر فریضه اطلاق می شود و شامل صدقه نفلی نمی شود. با هم سخنان امام قرطبی رحمت الله علیه را در تفسیرش ببینیم. قال الکیا الطبری: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شاملا للفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين. تا اینجا امام قرطبی از الکیا تبری نقل می کند و بلا فاصله پس از آن می فرماید قلت فالمراد على هذا بالزكاة التصدق بالخاتم، وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد، لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها، وهو الزكاة المفروضة على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة. وأيضا فإن قبله يقيمون الصلاة، ومعنى يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها، والمراد صلاة الفرض. الکیا تبری میگوید این امر دلالت میکند که عمل اندک نماز را باطل نمی کند، چرا که صدقه دادن در نماز کاری است که در نماز انجام شده و نماز را باطل نکرده است. و جمله و یؤتون الزکات و هم راکعون دلالت بر این دارد که صدقه تطوع هم زکات نامیده می شود، چرا که علی در حالی که در رکوع بود انگشترش را صدقه داد و این مانند گفته الهی است که می فرماید وما آتیتم من زکاة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. و زکاتی را که در طلب خشنودی الله پرداخت می کنید، این گونه افراد دارای پاداش مضاعف خواهند بود که شامل فرض و نفل می شود. پس اسم زکات شامل هر دو می شود، همان گونه که لفظ صدقه و صلات شامل دو معنا می گردد.
تا اینجا امام قرطبی از الکیا طبری نقل می کند و بلافاصله پس از آن می فرماید اما من یعنی قرطبی می گویم این گفته که مراد از آیه صدقه دادن انگشتر است و حمل لفظ زکات بر صدقه دادن انگشتر خیلی بعید به نظر می رسد، چرا که زکات جز با لفظ مخصوص خود که همان زکات فرض است نمی آید، چنانچه در اول سوره بقره ما آن را توضیح دادیم. و همچنین جمله یقیمون الصلاة که قبل از آن آمده واضح است که معنای اقامه نماز بر پا داشتن آن در اوقات مخصوص با رعایت کلیه حقوق آن می باشد که همان نماز فرض می باشد. بینندگان عزیز، مشاهده کردید که این آخوند دروغگو چطور سخنان امام قرطبی را نقل نمی کند، بلکه سخنان شخصی که امام قرطبی از وی نقل کرده و سپس رد نموده را به خود امام قرطبی نسبت می دهد. قضاوت با شماست. این آیه من اهل تحقیقم. شما ببینید بنده هر حرفی زدم بلا فاصله آدرس کتابم دادم. ما واقعا از آقایون باید ممنون میشیم. اگر واقعا دوستا شبکه وهابی نبود مردم قدر شیعه رو نمیدانستن، چون ما یک جانبه بودیم. مردم بودن خب اینا هم یک جانبه دارن حرف میزنن.